جان بچم لبای داده همین آش سیالاف در بهار بسیار خوب ده یاد بسیار میکنه اونه که چی گفتنیم بچم دختر جانای من بچم گوش کن در همین زندگی آدم باید دروغگو نباشه یک ضرب المثل تاجیکی هسته کو آفتاب به دامن پناه کرده نمیشه همین دروغ یه روز نه یه روز یک جا دروغ گفتی یک جای دیگه نمیفهمه با آدم ها بله بچم با آدم شرمنده میشه آدم ایزوکش میشه ها سمیه جان ها دختری مزو گیر بچه جون گیر گیره کنی گیرستان گیره انا یک رفیق داشتم بسیار دروغگو بود بچم چند بار دروغ گفت با عاقبت دبشه دیگه باور نمیکردن آیا لطیفه هسته کو یک دروغگو میگه خانم سوخت یک بار میگه دو بار میگه مردم میدون میرن خونش سوخت اوزنی گفته که خونش سوخت دو بار میگه سه بار چهارم مرتبه میگه خونم سوخت مردم یاردم کنه که هیچ کی نمیبیا میگن که با دروغ میگه ده انا برای همین دروغگویی خوب نیست بچه جان انا برای همین دروغگویی عاقبتش یعنی که شرمندگی ایزو کشیدن است پدر جان اوقات دویم رو بیاره تیار شد اوقات ها خیزی بچه جان خیزی بیاری چی کنم در بیاره اینا کنی خالو جون بچه هم بکشم کی باشه گیر بچه کی ای بود همسایه سمیه جان دختر جان خیگو که پدرم نیستن من نمیرم پدر جان یه برای چی؟ گفت من دروغ نمیگم کبریا جان اما که شگو که پدرم خونه ده نیستن من نمیرم پدر جان برای چی نمیری تو؟ باز خودتون گفتن که دروغ نگویه یا سومان جان خیلی بچه جان خودت فریاد کن من نمیرم پدر جان خالمورا جان بچه هم همین پیسره خیلی اما که تگه که پدرم خونه ده نیستن او که بر وقت نیستن بعد بیا خوراک میخوریم پدر رفت آفرین بچه هم کنی کنی همسایه رفت آفرین چی گفتی بچه هم؟ رفتم گفتم که پدرم گفت در خونه نیستم چی بودی؟